سلام. یه مهمونی داریم که اگه 7 لایم قیرگونیش کنن بازم معرفت استراتژیکی ازش چیکه میکنه. چاکر هر چی با معرفت داره اصله. شاید اخلاقتم. مهمون برنامه یه استراتژیست همه فن حریفه. کوچیک آقایا، مرحوم ابوی به خاطر همین همیشه به من میگفت چاقوی همه کاره. عین حرف کاف. وقتی به آخر مرد بچسبه میشه مردک، تحقیر میکنه. اگه به آخر نارنج بچسبه میشه نارنجک، تخریب میکنه. وقتی هم که ته لواش میچسبم که لواشک معجزه میکنه. آی دکتر باید بگم که این کاف آخری از کشفیات قشنگ خودت. اختیار داریم، ما فقط یه کاف کوچیک کشف کردیم، ولی تو یه کاشف استراتژیکی بزرگ رو کشف کردی آوردی تو برنامه. اگه بخوام 3 تا از اعضای بدنمو که با میم شروع میشن اسم ببرم، میگم مری، معده، مجری. آی دکتر خیلی ممنونم، ولی من که اعضای بدن شما نیستم. اختیار داری، تو جگر منی، میخوامت فراوون. نمیدونستم که اینقدر به من لطف داریم، وگرنه هم کابینم ناکس. حالا ما 2 کلام گفتیم دیگه، خودت گم نکن دیگه. ما یه تعارف چاخانکی کردیم، این چه باور کرده برای خودش. خدایا ازت صبر میخوام تا اینو تحمل کنم. بزرگواری بیشتر ازت میخوام تا ببخشمش، چون اگه ازت زور بخوام اونقدر میزنمش تا ناکار بشه و فکش پیاده بشه. چی گفتی اینا که میشه. هیچی عرض کردم تو نظام قوه مجریه و مقننه و قضاییه بدجوری فک همو پیاده میکنم. برنامه این هفته 4 استراتژی به همین موضوع میپردازه. هر چه بگندد نمکش میزنن، وای به روزی که بگندد نمکش میزنن. ماست بخوری با این ضرب المثل نقد کردنه ناکس. یکم از اون نمک رو به جایی که به چیزای گندیده بزنن به مجری برنامه استراتژی بزنن که اینطوری ضرب المثل رو ناکار نکنه برای خودش. ببخشین هول شدم. یه ضرب المثل چینی آورده بودم ولی متاسفانه افتاد شکست. مجبور شدم. اما برم سر بحث. آره بدو. شیخ فر این هفته یه چیز در مورد یکسان بودن بعضی ها در برابر قانون گفت. این رو گفت و بلا گفت، ریختن فکشو گذاشتن کف دستش. چرا آیه دکتر؟ از مجری برنامه استراتژیکی انتظار نداشتم اینقدر پپه باشه. دست شما درد نکنه، اول برنامه که جگرتون بود. واردش نشد که سالم نمیتونی ازش خارج بشی. داستان یه جای دیگه آب میخوره. داستان انتخاباته. دیروزش عظما اومد تو سایتش زد تو پوز رئیس جمهور. فرداش اونم عظمای فراقانونی رو آورد پایی، گفت تو با یه بسیجی دوزاری پپه فرقی نداری. یعنی جفلقت رفت تو سینه عظما. خود حرف که مهم نیست، مهم اینه که باهاش کجا میخوام برم. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفرمودن طرف رفت مغازه الکتریکی، گفت گلاب به روتون لامپ داریم؟ الکتریکی گفت داریم، ولی چرا گلاب به رومون؟ مشنگه گفت آخه واسه دستشویی میخوام. روشن شد یا همچین بزنم که عین لامپ روشن شی. به پایین مثل لامپ خوردمون نکنین. ولی سوال اینه که یعنی شیخ فری وضعیت پتال مقام عظما رو نمیبینه؟ حالش نیست که زهر مار اتمی رو نداده بالا، کوفت منطقه هم خورده تو سرش؟ انتخاباتم تو راهه، چپ و راست هم خبرهای فتنه است. نمیبینه وضعیت این جسم ناقص رو که یه لگد به مقام عظما، یه جفتک به صادق لاریجانی میزنه؟ میبینه، خوبم میبینه. اتفاقا چون میبینه همین لنگ و لگت ها رو میندازه. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفرمودن که مشنگه رفت دکتر، گوی دکتر چشام ضعیفه. دکتر گفت یعنی چقدر ضعیفه؟ مشنگه گفتش که شما اون مگسه رو میبینی که با بچهش رو دیوار نشسته؟ دکتر گفت آره. گفت خب شما اونو میبینی؟ من نمیبینم. روشن شد یا همچی بزنم که این مگس به چسب به دیوار. کلی مونده تا انتخابات. آقا تو بالای نظام هم خرخره همدیگه رو دارن میجوان. رئیس قوه مجریه به قضاییه میگه نمک گندیده، روزی یه لگدم به مقام عظما میزنن. حالا چرا دعوای زهرماری برجامو کش میدن؟ مگه لاریجانی نگفت تموم شده؟ کجا تموم شده؟ کجا تموم شده؟ تازه اول اجرای برجامه. الان باید اون سیمانی رو که میخواستن بریزن رو صالحی بریزن رو سایت عراق کانکریتش کنن. اورانیوم غنی شده بدم کیک زرد بگیرن. انگار کله پاچه پخته خوشمزه رو با آب لیمو بدی، سیراب شیردونی خام
پاک نشده بگیری. آخه این برجام قرار بود مسائل مشکلات رو حل بکنه. قرار بود و ولش کن. کتلت هم هدفش این بوده که کباب کوبیده بشه، ولی مشکلات زندگی مانع پیشرفتش شده. پس چرا شعور استراتژیک مسئول نظام نمیرسه که این حرفا رو بفهمن؟ مگه همین لاریجانی تو کلاس استراتژیک شما نبوده آیا تو کلاس بود. هر شب که پای تخته می نوشتم این تو دفترش می نوشت، ولی مشنگ وقتی تخته رو پاک می کردم اینم پاک کنشو در می آورد دفترش رو پاک می کرد. دکتر بدبختی های استراتژیک نظام که تمومی نداره، ولی خوشبختانه وقت برنامه تموم شده. دیگه نمیرسم وارد بحث شکست نظام تو سوریه و رگبار تیپا به هیکل قشنگ مقام معظم عظما و قافله جنازه های سپاه و اینها بشیم. ناکس، من نصف اینا رو اگه میگفتم تو اینجا استودیو رو میذاشتی رو سرت شلنگ تخته مینداختی، به خودت که میرسه همینجوری تحقیقات و میداری میری برهو بابوی همیشه میفهمودم بزا بودو عرض میکردم. بله میفهمودم مشنگی گفت دوستم خیلی آدم غیر بهداشتیه، با سویچ ماشینم سنگای ته کفششو در میاره، انگار نه انگار که من با این سویچ گوشامو تمیز میکنم. دکتر این نمونه ادبیات روسی بود، عین بلایی که تو معامله S300 سرمون آوردن. شما سویچ رو کشیدی به ته کفشت، بعد کردی تو گوش مقام عظما. من که از اولش فهمیدم یه ریگی به کفشت. برو ناکس، نمک گندیده نپاش رو زخمای عظما همینجوری فهرست میکنی واسه ما. حالا ما شدیم نمکدون گندیده اول برنامه که جیگرت بود. مگه جیگر نمیگنده؟ تو چه بحث کشکی میکنی؟ آخه تو حرف مقام عظما رو میکشی رسن.